بیا تا جهان را به بد نسپریم، بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دستی نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، نباشد همین نیک و بد پایدار، همان بی که نیکی بود یادگار. دوستان عالی قدر، بینندگان بسیار عزیز تلویزیون برمودا، السلام علیکم. همچنان سلام ها و احترامات عسکری خیشه و فرد قوای هوایی وطن تقدیم می‌دارم. با امید از که همه شما در هر دیاری که زندگی میکنین، در وطن و یا در دیار مهاجرت، خدا کنند همراه فامیل محترم و اعضای فامیل و اولادات جور و خوب باشین. من ذبیح الله انیل امروز باز در خدمت شما هستم با یک مهمان بسیار محترم و عزیز. میریم یک وقفه داریم، بعد از وقفه دوباره به شما پس میگردیم. بنیاد خیریه هوابازان. بنیاد خیریه هوابازان که از سال 2014 به ابتکار و همت هوابازان نیکوکار تأسیس گردیده است، تا اکنون خدمات ارزنده‌ای به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیر در سراسر کشور ارائه داده و در این مسیر پرثمر گام برمی‌دارد. این بنیاد با هدف حمایت از هوابازان و خانواده‌های نیازمند در راستای انسانیت و خدمت رسانی به جامعه تلاش‌های مستمری را در دستور کار خود قرار داده است. محترم محمد عمرخان انوری پیلوت و همکار ایشان محمد اشرف ولیزاده پیلوت، مسئول مالی بنیاد خیریه هوابازان در کابل و عنوان نماینده‌های اصلی این بنیاد، همواره در صف اول تلاش‌های خیرخواهانه برای تامین منابع مالی و کمک رسانی به نیازمندان حضور فعال داشتند. عزیزان و هوابازان محترمی که در این مسیر نیکو ما را همراهی می کنند، می توانند کمک های نقدی خود را به نام ایشان و از طریق شماره تماس زیر به کابل ارسال نمایند. شماره تماس پیلوت محترم محمد عمرخان انوری 2093 72 92 22 101. با یاری و همدلی شما عزیزان، این حرکت خیرخواهانه بیش از پیش گسترش خواهد یافت و به بار خواهد نشست. خداوند برکات و توفیقات بیشماری را نصیبتان فرماید و این راه پرنور را همواره پر از خیر و برکت نماید. امروز در این برنامه یک مهمان عزیز، یک مهمان بسیار گرامی، یک مهمان بسیار مهربان، یک هواباز بسیار قهرمان داریم اینجا و امروز را با وظایفی که دارند در این دیار مهاجرت زحمت دادیم تا وقت را بر ما کمک بکشن و بتانیم یک صحبت دوستانه و رفیقانه با ایشان داشته باشیم. مهمان برنامه ما محترم جنرال عبدالمنیر خان خلمی، یکی از پیلوتان غشی یا میگ 21 است که و از پیلوتان دست اول بسیار سابقه دار ماست. خداوند اینا را عمر دراز نصیب کنه. شکر که با ماست و امروز دی دریچه برمودا با ما و همراه شما کلام صحبت داریم. جناب جنرال صاحب، شما را قلبا خوش آمدید میگم به تلویزیون برمودا. به نمایندگی از هیئت رهبری برمودا جهان سپاس که شما عمق وقت خود برای ما تخصیص دادید. با تقدیم سلام، شب شما بخیر، شب دوستا و رفیقا و عزیزا و بازای ما در هر گوشه دنیا که است بخیر باشه. من هم خوشحال هستم که رویارو با شما در صحبت هستم از تأسیس تلویزیون برمودا، شبکه اجتماعی که افغانا را با هم وصل میکنن و بازار را با هم وصل میکنن و اینیشیاتیو اسماعیل جان حیدر که دست خیرشان دائم بالا بوده، با کمک سارا جان اسدی، با کمک شما گوینده عزیز ما، یکی از هوابازان مستعد ما ذبیح جان انیل که تأسیس و بنیانگذاری کردین. من هم خوشحال هستم که از این دریچه با شما صحبت میکنم. تشکر جناب جنرال صاحب. واقعا تلویزیون ما تازه به یک دریچه
وحدت و همدلی، به یک دریچه محبت، به یک دریچه که بتانیم ارتباطات هوابازا رو با هم داشته باشیم و بتانیم یک خاطرات گذشته ها رو یاد کنیم، بتانیم هوابازایی که دور و نزدیک هستن یک وسیله یا رسانه شویم که ارتباطات و دوستی های سابق تازه بسازیم. تشکر. باز هم جناب جنرال صاحب میخواستم طبق معمول در مورد خود، در مورد تحصیل، شروع مکتب و خصوصا که برای ما بسیار جالب است علاقمندی شما به هوابازی چی زمانی بوده؟ شما گام های اول هوابازی را چی وقت در دلتان احساس کردین که باز آمدین به طرف هوابازی؟ من خب قسمه که در تلویزیون اندیشم همی صحبت ها را داشتم، از این شروع بیوگرافی خود تشریح کردم، دوباره نمیخوایم که پروگرام شما را زیق بسازم. ما مکتب ابتدایی در کابل خواندیم، بعدا شامل عربی 16 شدیم، بعدا شامل پوانتون هوایی و بالاخره پیلوت شدیم. فرموده شما دا کاملا بجاست. وقتی ما در مکتب عربی 16 صنف 12 شامل صنف 12 بودیم، تقسیم مسلک میشد. در همونجا وقتانه مسلک پیلوتی یکی از شعباتی بود که در صنف 12 کسای رفیقای ما هر کدامشان در تانک و توپچی و پیاده و تقسیمات مسلک شدن. تصادف هیئتی از پوانتون هوایی، وقت پوانتون هوایی نبود، 16 هوایی بود، یک چند تعداد نفرها را روان کردن که باید معاینات صحی کنند. خوشبختانه در اون جمله من هم بودم. در اون وقت قماندان مکتب ما رشید خان بود، همی علی ایدر خان از رفیقای ما و صنفیای ما بود و هم با کمک از او تانستیم که در لیست خود شامل کنیم. و در معاینات سی خوشبختانه که من هم صحت شدم و شروع اول زندگی هوایی خود از امون روز من شروع کردم در پوانتون هوایی. جناب جنرال صاحب، شما پیشتر به عربی 16 اشاره کردین. شما از صنف 6 به فکر ما شما عربی 16 شروع کردین و چون زمان ما صنف 9 بود، تا کدام زمان صنف 6 عربی 16 طلاب میگرفتن؟ این یاد دارید بیان کنید؟ بله آخرین دوره صنف 6 که به 7 میشد ما بودیم. سال 51 آخر 51 ما شامل عربی 16 شدیم و بعد از دیگه از صنف 6 به 7 نمیگرفتن. بعد به یادم است که بعد از صنف 9 هم شامل عربی 16 شدن. این آخرین 16 از صنف 6 به 7 ما بودیم. چرا ما نووقتر که آمدیم ما با صنف 9 صنف 10 پروگرام جذب طلاب بود برای عربی 16 و همچنان طبق گفته های شما جنرال صاحب، شما بای چانس یا روی تصادف دیگه قدم گذاشتین در هوابازی؟ والا علاقمندی داشتیم. در اون وقت یک وقتی بود که آدم چیزی گفتن نمیتونست، زمان مختلف بود، چون در اون وقتایی که ما بودیم قدر افسرا بود، قدر صاحب منصبا بود، هر کس علاقه داشت که یک پیاده‌چی شود و پیاده‌چی دایم قماندان بود. بله. و هر کس میخواست که یک تانکست شود و تانکست هم خب قماندان خودش بود. در اون وقت رفیقای ما هم صنفیای ما کدامشان میخواست. ما در صنفی که ما بودیم صنف خردترین از نگاه سنی و از نگاه قد و قامت خرد بودیم، مگر خوشبختانه از صنف ما 13 نفر دکتر در پوانتون طب کابل شامل شد. در عربی 16 چانس به این بود که هر کسی که نمرات زیاد داشت به طب کامیاب میشد و خوشبختانه صنف ما صنف لایق بود. 13 نمره ما معادل اول نمره دیگه صنفا بود، یعنی 13 نفر از صنف ما شامل 15 طب کابل شد که خوشبختانه اکثرشان زنده است. در اون جمله ما یک پروفسور هم داریم، حسین گل خان، از جمله پروفسورهای بسیار لایق افغانستان است، احمد علی خان است، ناصر خان است، عثمان خان است، یا کلشان دکترای بسیار فعال وقت نقیب الله خان هستند، همیشان صنفی ما هستند که دکترها هستند و از جمله یک نمه در پیلوتی رفتیم. بله، یعنی یک صنف بسیار لایق و با استعداد بودم، صنف در مجموع واقعا در عربی صنف ما لایق بود. بله، مگرم در عربی 16 یک درس بسیار شدید هم داشت. چرا اگر نمیخوندی بزلت کوبش هم زیاد بود، یکی درس خواندن علاقمندی زیاد بود و یکی مسئله زور هم کدش بود. من فکر میکنم
والا عربی 16 نهاد اصلی زندگی انسان ها. آدم دو جای مکتب بسیار خوب میخوانه، یکی عربی 16 که اولین قدمه شروع زندگی را آدم میتونه بفهمه که زندگی اجتماعی یعنی چی. در اون وقتی که ما عربی 16 میخواندیم یعنی 3000 طلاب در عربی 16 موجود بود. از اونجا از تمام ولایت افغانستان، از 32 ولایت افغانستان صنفی های ما بودن. در اون وقت مسئله تاجیک و پشتون و این گپا هیچ وقت هم نبود. کلگی مثل یک برادر از روز جمعه دیگر که ما در عربی 16 میرفتیم تا روز جمعه دیگر فرضاً تا آخر هفته را در عربی 16 مثل یک برادر بودیم و همه کس کوشش میکرد که امی مکتبی که ما شامل شدیم باید که به سلامت بخوانیم، به درستی بخوانیم. حس وطن پرستی را ما از اونجا آغاز کردیم. یعنی حب وطن پرستی در بنیاد اساسیش از عربی 16 شروع شد. واقعا رادیو ایجادی عمومی بود در وقت شما جناب جنراسی؟ ما یک رادیو داشتیم در ایجادی عمومی پیش چیز اگر فراموش نکرده باشیم 2 دانه 2 منزله ما داشتیم، راست و چپ که یاد شما هم هسته. در اون طرف راست 1 دانه رادیو ما داشتیم. ما تنها وقت داشتیم 4 بجه دیگر همونجا رادیو و خبرها را گوش میکردیم و بس. درست. خاطرات خیلی زیاد است در عربی 16. واقعا روزا و شبای یک زندگی مخصوص و خصوصا چون مسئله لیلی بود و دوستی ها و رفاقت ها و همسنفیگری ها دیگه فکر نکنم که جای دیگر پیدا شود. جناب جنرال صاحب یک چند قطعه عکسای شما را داریم، میخوایم امیر به تصویر بکشانیم طبق تقاضای همکار تکنیکی ما اگر اجازه شما باشه. مختار گلخان خو از جمله پیلوتای مستعد کشور ما، پیلوتای مستعد میگ 21 ما، معاون اقوند 322 بگرام بودن که پسان قماندان اقوان شدن. متاسفانه اشرار پلید با استنگر خود ایره زدن و سقوط کردن. قماندان صاحب حیدرخان خو از جمله قماندانای بسیار بزرگوار و مشفق تمام گارنیزون هوایی خوجروش بودن که خوشبختانه با ایشان هم رفت آمد و سلام علیکم داشتیم. وقتی که ما بگرام میرفتم پیششان میرفتم لطف میکردن، هلیکوپتر میدادن و وقتایی که ما پرواز میکردیم در میگ 21 بگرام لطف میکردن به ما، طیاره را پلان میکردن میرفتیم بگرام. و این دیگه عکس خودم است که در قندار وقتی که از طیارات میگ 21 پایان شده بودم، عکس بسیار کهنه و چیز خراشیده شدگی است. یک از جمله عکسای ما همین یک عکس باقی مانده. دیگه عکسای ما چون وقتی که من زندانی شدم رفتم طرف پاکستان، عکسای ما خانه ما همیشه چور و چپاول شد و تاراج برده شدم. این عکس ما چطور که مانده. خب این عکسای خودم از دیگه من از یاد و قدر ناز نتین دیگه. خواهش میکنم قابل ناز هستین جنرال. جمیل خان قهرمان جمهوری افغانستان است. واقعا یک پیلوت بسیار برجسته، یک پیلوت بسیار نازنین. یکی از خاطرات زیبایی با ایشان داشتم که در قندار وقتی که ما پرواز میکردم یا خدمتی طیارهای سو آمدن و قندار در متاسفانه که یک طیاره از یا مرمی خورد و از پرواز ماند. باز جمیل خان گفت ما باید پرواز کنم. وقت سر کجکی بسیار حمله زیاد از طرف دشمنای انقلاب بود. گفت که من باید پرواز کنم. گفت که من کی پرواز میکنه؟ من دست ما بالا کردم، من گفتم رئیس من برای شما پرواز میکنم. یا در طیاره سو پرواز کردن و من در طیاره میگ 21 جوره امرایشون پرواز کردم. یعنی وزن طیاره سو بسیار زیادتر است نسبت به میگ 21. بله. اگر او علاقمندیش زیاد نشان داد چون میگ 21 زود از زمین جدا میشه و سو پسانتر، من گفتم خیر رئیس شما از من پیش برین و تعقیب شما من جوره برخواست میکنم. بله. این عکس دست چپ خود عکس بسیار قدیمی است که اولین پرواز تنهایی را که در طیاره ال 39 کردم. آمر صاحب سیاسی دوست محمد خان بر من تبریکی دادن و این عکس طرف راست دیدن خوجرواش است که پرتابای پاراشوت کردیم. ما صنف یگکای بسیار عزیز ما هستند که در پولی ما ایستاده هستند و یک جای پرتاب پاراشوت کردیم. بله. و این خو استاد سعیدی که رئیس مجموعه هوابازان در اروپا هستند که هر وقت زحمت کشیدن در منسجم ساخته در بندرهای ما، در رفاقت ما. همین جان پیلوت از جمله رفیقای بسیار ناز ما هستند یا همیشان یک جای هستند. خداوند زنده داشته باشیشان. آمین.
این عکس دیگه عکس بسیار خاطره برانگیز است. بندرایی که گفتیم که استاد سعیدی تنظیم میکنه، جنرال صاحب اعظم خان هستند، رفیقای ما هر کدامشان در پالو که برای ما بسیار مشکل از دیدنشان، چون عینک هم ندارم که کدامشان هست، خو هستن رفیقای ما هستن که در چیز ما رفته بودیم. استاد شاولی هستن و غفور جان هستن. غفور جان صنفی دوره مکتب صنف 6 لیسه هستن. استاد شاولی هم از جمله استادای بسیار مجرب قوای هوایی هستند که در پانتون هوایی به صفت استاد بودن. جنرال صاحب اعظم خان خود کل دنیای افغانستان میشناسه که در شب، در روز، در تاریکی، در ابر، در باد، در باران پروازا کردن و افتخار دوستیشان دارم از دو نفر صنفی های ما و از اعظم خان. سلامت باشین. یک عکس بسیار پرخاطر است که در روسیه بودیم دیگه. کل رفیقا حتما کلگیتان دیدین دیگه که هوابازا دائم منسجم هستن، دائم مستعد هستن، با هم یک جای هستن، در غم و شادیشان با هم یک جای هستیم. یک عکس یک عروسی در آمبورگ بود. یک عکس دیگه از استاد ولی خان، این هم از جمله صنفی‌های بسیار قدیمی است، بسیار عزیز و دوست داشتنی است که با ایشان از دورای خوب زندگی را و بدبختانه بگویم دورای تلخی که در وقت که ما پروازا میکردیم با هم یک جای بودیم و یک جای هستیم. واسی جان کسی که همراه ما یک جای در زندان رفتیم، یک طیاره رفتیم، ما نشست مجبوری در پاکستان کردیم. یک عکس دست چپ است. بسیار خاطرهای بد تلخ زندگی را ما واسی جان تجربه کردیم و استاد ولی بله. یا ما عکس قدیمی است که قماندان صاحب قدوس خان است و خودم هستم و جنرال صاحب اعظم خان و قماندان صاحب مامون از جمله پیلوتای برجسته هستند. اینا پیلوتای میگ 21 هستند. هر سه از یا در بگرام پرواز میکردن اومد قندار. خوشبختانه که هر سه شان حیات هستند و در همین زندگی میکنن. بله. خیلی جالب والا جناب جنرال صاحب خاطرات بسیار خوش و هم خاطرات باز یکسا را کردیم. واقعا جنرال صاحب که یکمک ما را جگرخون ساخت. یادای کسایی شد که زمانی بود که امرایشان شناختای ما شخصی داشتیم. خداوند زنده را عمر و دراز نصیب کنه و کسایی که از ما رفتن و این دنیای فانی را خداحافظی کنن، خداوند رویشان شاد داشته باشه. تشکر جنرال صاحب، یک جهان ممنون. ما یک فیلم کوتاه داریم به ارتباط طیاره شما که پرواز کردین در اواخر، البته در که شما تا آخر همی طیاره میگ 21 بود. یک فیلم که تهیه کردیم میخوایم امیره با بیننده ها و آوازهای خود شریک یک جا ببینیم. بسیار. میگ 21 طیاره شکاری سبک و تکتیکی ساخت اتحاد جماهیر شوروی بود. میگ 21 یک طیاره مطمئن، قابل اعتماد و با دوام به شمار می رود. طراحان در حین توسعه این طیاره تعداد زیادی از نمونه های اولیه این طیاره را ساختند که راه حل طراحی نهایی بر روی آنها آزمایش شد و اطلاعات علمی ارزشمند جمع‌آوری گردید که در نتیجه تحقیقات موفقیت‌های رزمی این طیاره در نقاط مختلف جهان و شمول افغانستان به اثبات رسید. در سال 1953 میلادی در دفتر طراحی میکویان پیشنهاد برای توسعه یک جنگنده موفق سرعت صوت سبک بدون محدودیت‌ها با یک انجن توربوریاکتیو با مصرف مواد سوخت کم ارائه گردید. برای به دست آوردن کیفیت عالی پروازی این طیاره زمان زیادی را در بر گرفت. جنگنده جدید باید بتواند با موفقیت در برابر طیارات امریکایی شکاری و به مفگن‌های جت آنها مقاومت کند. پس از بررسی مجدد مشخص شد که طیاره جدید باید پارامترهای بهتر از حریف‌های غربی خود داشته باشد. دو نمونه اولی ساخته شد، یکی با بال دلتا و دومی با بال جارو مانند. دفتر طراحی میکویان بر روی بال دلتا تاکید نمود و آن را با انجن R9E با قدرت بالاتر مجهز کرد. در ماه می سال
1958 میلادی این نمونه برای اولین بار پرواز امتحانی خود را آغاز نمود و از آزمایشات دولتی موفقانه به در آمد که در نتیجه تولید سریالی طیاره میگ 21 به نام میگ 21F آغاز گردید. کمی بعد در سال 1960 میلادی مودیفیکات جدید به نام میگ 21F13 منتشر شد که راکت های K-13 بر آن نصب شدند. با نصب یک رادار جدید و افزایش تجهیزات و سلاح‌ها میگ 21 پیچیده تر شد. نسل دوم میگ 21 در سال 1964 میلادی مجهز به یک دستگاه رادار جدید به نام سفیر 21 و یک توپ به نام گشه 23L گردید و این طیاره میگ 21S نامگذاری شد و بعد این طیاره با انجن جدید R13300 مجهز شد و میگ 21SM نامگذاری شد. بعدها بهترین و پیشرفته ترین مودیفیکات نسل سیوم میگ 21 ها با نصب راکت های R13M و سیستم پالیوت OE و تجهیزات رهبری کننده لازر M تقدیم گردید که این نوع میگ 2120 نامگذاری شد و یگانه نماینده این نوع طیارات گردید. میگ 2120 در سال 1972 میلادی به دلیل نصب انجن جدید R25300 بهبود یافت. از نظر ساختمان ایرودینامیکی میگ 21 یک طیاره با بال مثلثی و دم معمولی است. میگ 21 مجهز به انجن توربو ریاکتیو R25300 با کمپرسور جدید 5 مرحله‌ای، فشار قوی و فرساژ است. تا حال به تعداد 11496 فروند میگ 21 تولید شده است. در قوای هوایی بسیاری از ممالک جهان خدمت نمود و به علت تولید زیادش قیمتش به مراتب پایین‌تر از رقیبان غربیش بود. قوه کشش انجن با فرساژ 6850 کیلوگرم قوه. سرعت در نزدیک سطح زمین 1300 کیلومتر در ساعت. سرعت کرویز 1000 کیلومتر در ساعت. سقف عملی 19000 متر. برد پرواز با تانک های آویزانی 1470 کیلومتر. برد پرواز بدون تانک آویزانی 1225 کیلومتر. حد اکثر بار اضافی 8.5 G. عمله 1 نفر. اسلحه توپ 25 میلیمتری گرشه 23L. گریه های آویزانی 5 عدد. راکت های هوا به هوا R3S R3R R13M R13M1 R60 R60M. راکت های هوا به زمین 66X. راکت های غیر رهبری کالیبر 57 و 240 میلیمتر. بم ها در مجموع تا 1000 کیلوگرم.
د برمودا تلویزیون درنو محترم هوابازانو او د هوایي ځواک منصبونو بیا هم تاسو ته یو عسکري سلام. درنو دوستانو، زموږ د تلویزیون کړکۍ چې ده ډیره خلاصه کړکۍ ده. ستاسو د نظریاتو نه ډیره زیاته مننه چې موږ سره مرسته کړي په اوله خپرونه کې. دغه نظریو په حساب موږ غواړو چې یوه رڼا واچوم چې دا تلویزیون یوازې د پیلوټانو تلویزیون نه ده، دا یوازې د جنرالانو تلویزیون نه ده، بلکې د هوایي د ځواک د هر غړي، د هوایي د ځواک د هر غړي، د عمله د پروازي، د پیلوټ، کشاف و بورد تخنیک، رادیست، حتی د اندوازده تر ادو تر ماشیندارچی هغه عمله د پروازي چې ده. همداشان زموږ محترم انجینر صاحبان په څلور مسلکو کې انجن، بدن، رادیو، آلات برق او نور صنفونه د مدافع هوایی لکه راکټ، توپچی، نقلیه، لوجستیک، موږ د برمودا د تلویزیون کړکۍ تر هر حده پورې موږ خلاصه پرېږدو خپل هوابازانو ته، تر هغه د اپې موټر چلونکی چې زموږ تیارې چالانې کړي دي، د هغه باوزر یا د ټانکر د تیلو چې تیل راوړل زموږ په تیارو کې اچول، د هغوی پیدا کړو، د هغوی سره خبرې وکړو. جناب جنرال صاحب، تلویزیون برمودا نظریات شما را ما شریک ساختم. طبعا نظر شما هم دهی همراه ما صحبت کردین، جهان ممنون و سپاس. مگرم دریچه برمودا برای تمام هوابازای قهرمان ما، گفتم از سرباز گرفته تا جنرال میخواهیم از این دریچه با اونا ارتباط قایم کنیم و یک رای یا پل رابطه با همه بسازیم. بعد میگردیم از جناب جنرال صاحب محترم. بازم خوش آمدین جنرال صاحب، تشکر از لطف که کردین به این برنامه. یک سوال داشتیم امیجا که پیش از اینکه با معذرت پیش از اینکه شما سوالایتان را بگوین، ما تشکری از تلویزیون شما، از دستاندارکاران شما، از رفیقای شما، از کسایی که پشت پرده، اسیب جان پشت پرده است، یک اظهار تشکری کنم. قسمی که در اول صحبت‌های خود گفتم، واقعا تلویزیون برمودا تلویزیون هوایی ها، رفیقا، دوستا، عزیزا است. در نشرات شروع برنامه شما ما دیدم که خب یک بعضی مشکلات پیش آمده بود، یک ذره سازمانی طرف و طرف شد. ما بسیار خوشحال شدم که رهبری تلویزیون برمودا نام عمر جان و حاجی صاحب اشرف پیلوت ذکر کردن، یعنی که همون شکرنجی هایی که ما داشتیم او شکرنجی ها حل شده انشالله و پیش میره. نمره تلفن عمر جان بود، نمره تلفن اشرف جان هم در اونجا ذکر کنین. ما بسیار خوشحال میشم، ما بسیار خوش هستم که از طریق تلویزیون شما همی تبریکی را به رفیقای هواباز خود، تبریکی را به دوستای خود که یک سلسله شکرنجی ها داشتن، یک سلسله نزاکت ها داشتن، او حل شده شکر. پس ما یک سازمان و یک هوایی و یک رفیق و یک دوست و یک عزیز هستیم که با هم یک جای شدیم و ارتباطات ما با هم نزدیک میشه و کمک های ما دو چند میشه از این به بعد. ما شروع سال 2025 فال نیک میگیرم، تلویزیون شما را فال نیک میگیرم. از رهبری تلویزیون برمودا تشکری میکنم. جهان تشکر. سلامت باشین جنرال صاحب. ما هم از هوابازای خود توقع داریم تا در حمایت از تلویزیون ما صفحه فیسبوک ما را لایک کنن و همچنان چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنن. تا میخوایم همین دروازه را، همین دریچه را همیشه باز نگاه داشته باشیم. جناب جنرال صاحب، حالا بازم دوستانه رفیقانه یک سواله که در ذهنم گشت. شما خو هواباز بودین و همچنان شاگردای تربیت کردین در قوای هوایی. ما تا جایی که شنیدیم شما اینجا هم در زمین شاگرد تربیت میکنین. معلمی، تفاوت معلمی شما در هوا و در زمین میخواستم روش یک کمک اگر شما روشنی فرمایید. از سوال شما بسیار تشکر میکنم. راستی میگین که هوایی یک مسلک بسیار جداگانه و پر افتخار است. اگر من 100 دفعه زنده شوم، 100 دفعه بمرم، پس مرا بگوی کدام مسلک انتخاب میکنیم، من پیلوتی انتخاب میکنم. این یک مسلک بسیار جداگانه است، یک شوق بسیار علایده است، یک دوستی که بین هوابازا است، این اصلا پیدا نمیشه. من یک دفعه
نظر به مشکلات سی رفتم کابل، یک چند وقت پرواز نکردم. بعد از اینکه پس دوباره شامل پروازها شدم، مرا گفت کجا میریم؟ گفتم قندار. یعنی هر کس از قندار میترسید، مگر من بسیار داوطلبانه رفتم قندار. رفیقای ما، عزیزای ما، مسلکای ما، کلشان مثل یک رفیق، مثل یک برادر، مثل یک عزیز برخورد میکردن. و این قسمه که شما گفتین درست است. من یک چند وقت معلم بودم، من در تیارات میگردم معلم بودیم. من پروازهای منزل 39 شدم، میگ 17، میگ 21 و در آخر در تیارات سو 22 هم پرواز کردیم. و در تیارات میگ 17 و میگ 21 خود راستی معلم بودم، با رفیقای خود پرواز کردیم یک جایی. مگر حالی که شما گفتین راجع به پروازهای، راجع به استادی که در هلند من کار میکنم، راستی هم در کل هلند ما یا در بلژیم ما 3 معلم داشتیم، معلم دریوری. یکی که خودم هستم، یکی هم استاد عمرزای هستن که در بلژیم هستن، و یکی استاد فاروق خدا بیامرز که او هم پیلوت بودن و پرواز میکردن. اینجا آمدن نظر به ضرورت به صفت معلم دریوری شدن که عمر برشان وفا نکرد، تکلیف پیدا کردن، از این جهان رفت. خداوند روی از وارم شاد داشته باشه. دیگه فرق پیلوتی را با هیچ چیز دنیا من مقایسه کردن نمیتونم که اگر بگم دریوری نه، هرگز نه. هدفمندی و جناب صرف در حوصله‌مندی بالای شماست. شما حوصله‌مندی بسیار بالا دارین، چرا شاگرد تربیت کردن، شاگرد درس دادن حوصله بسیار بلند میخواد. بالا ما والا شما دیگه شما درجات بسیار عالی دارین جناب ناصر. به اون خاطر سوال شما را قطع نکنم، صحبت‌های شما را قطع نکنم، برای که در اینجا زندگی کردن میگن 4 باید زیستن، ناچار باید زیستن. اینجا باید یک لقمه نان حلال باید پیدا کنیم. پیش از اینکه من این معلم دریوری را شروع کنم، من در میدان هوایی توخ، یک میدان هوایی کوچک است، من دیپلم و چیزای خودم اونجا برده بودم. باز این مردم فکر میکرد که من دروغ میگم. گفت که باید یک پرواز کنی. من گفتم 1000 دفعه شما بگیرین من پرواز میکنم. باز یک تیاری خورده ایتالیایی بود، یک کتابش داد، یک 2-3 ماه کتابش خواندم و بالاخره یک پیلوت F16 که معیب شده بود همراه از او من پرواز کردم. این بسیار خاطره جالب زندگیم است که فکر میکرد که من دروغ میگم که من پیلوت هستم. برای اینکه اکثر کسای اینجا آمدن، کسی که ضابط بود خود جنرال ساخت، کسی که یک کاری بسیار ضعیف بود خود یک چیز دیگه ساخت. وقتی که من در تیاره کاتازی شدم، در خط رولید که میبینیم دست خود بریک مونده، وقتی که در روچکا دست میزنم من گفتم خب باش دعوا باز موازی گپ میزنیم. وقتی که پایدل میگرفتم میدیم پایدل شخ است. بالاخره بر شما بهتر معلوم است، شما هم هواباز هستین. وقتی که همین تیاره بلند میشه از زمین باید یک زفیکسیر شود. همین تیاره که پوز خدا بلند کرد، من این زفیکسیر کردم، دیدم که مردکت دست خدا پس کرد، چیز داشت، آینه داشت، دست خدا پس کرد. من برش گفتم که تا رخ سر من اعتماد نمیگی. گفت من دیدم که تو چه رقم تیاره زفیکسیر کردی. باز رفتیم در منطقه طرف سرحد آلبان. اونجا این تیاره بسیار خرد بود، کم سرعت بود، مگر کل مانورای عالی را اجرا میکرد، پریورود پتلا و پول پتلا و بوچکی سعودی و نیوزیلندی کلش اجرا کرد. ما برش باز مرا گفت که مرا خلمی میگفت، گفت خلمی اویی که پیلوت هلند این کارا کردن نمیتونه. باز یک چند مانور حربی رو اجرا کرد. پس آمدیم 6 تیم. من چم که قصه را باز بکنم و نکنم مگه میکنم، به خاطر از اینکه کلگی بفهمه که مثل کمال من وقتی که در اونجا نشست کردم، خب طبعا اونجا شرکتایی بود داوطلبانه که معلم ها را کار داشت و پیلوت ها را کار داشت. 3 شرکت آمده بود که همین گزارش همین پیلوت بر از وا بته که آیا پیلوت است، چقدر استعداد داره، چه یاد داره. باز مرا یک نیم ساعت بردم بیرون شاند و این پیلوت کلمه پرواز کردم داخل رفت و برش گفت که نه یادم پیلوت است. البته چیزی که میفهمید گفت. باز مرا داخل خواستن. مرا که داخل خواست گفت که تو صحیح پیلوت بودی؟ من گفتم والا ما خو میگفتیم خو سر ما شما قبول نمیکنین. باز گفت ما شما را میگیریم. گفت انگلیسی یاد داری؟ من گفتم نه من انگلیسی یاد ندارم. باز گفت که ما شما را میگیریم شما تابع کورس انگلیسی شوین. یکیش گفت که خی ماش تر ما چی تعیین کنیم. وقت ماش گلدن بود، یورو نشده بود. باز یکیش گفت که 15000 میتون. باز دوبالی شروع شد. یا خب مثلا میفهمین شرکت‌های شخصی هستن، یک پیلوتی که تیار برش رسیده و هیچ ضرورت هیچ چیز نداره، دیگهش دوبالی کرد گفت 16000. باز دیگهش گفت 17000 ماش میتون.
ما از افغانای گنگسکی ما برش گفتیم او برادر همین مسلک ما را بتیم ما 5000 گزاره میکنیم. باز ما بعد قرار خانه شیشتم 1 هفته و 2 هفته و 3 هفته و 4 هفته باز از شاروال اینجا بر من خط آمد که تو یک کار بر پیدا کن. پس من برشان جواب نوشته کردم که من در کدام فابریکه کار کردن نمیتونم، من در سر سرک کار کردن نمیتونم، من کدام جای پاکاری کردن نمیتونم. مسئله که من پیلوتی بود، هم پیلوتی را اگه میکنم اگه نمیتونم من دیگه جای کار نمیکنم. باز گفت خیلی برات مکتوب میایه. باز 1 هفته بعد یک مکتوب اومد که بیا معلم دریوری شو. مصرف ما خریدن موتر کلش همین شاروالی بر من یک امتیاز قائل شدن. دیگه از او بابا من شروع معلم دریوری در هلند هستم. جنرال صاحب کار خیر است، شما را خداوند عزت بده. اما مقام استاد هنوزم در القاب شما یاد میشه و هر کسی که یک کلمه یک کسی را یاد میته اما قابلیت یک معلم یک استاد داره. شما را خداوند با صحت داشته باشه، خداوند شما را عمر دراز نصیب کنه. با این مشکلاتی که وجود داشته و صدر راه شما شد و تحولات سیاسی که در اون سال با وجود آمد، واقعا تاثیراتش سر روی همه جهان بود. بسیاری از مردم ها، بسیاری از کشورها در حالت مایوسی رفتن و مایوس شدن. میگردیم جناب جنرال صاحب با یک چند تصویر دیگری اگر بشناسین و در موردش یک یاد و خاطرات گذشته را تازه بسازیم. دکتر صاحب جورابیک خان خو از ما را استاد ایرودینامیک ما در پوانتون هوایی و مدافع هوایی بودن که هم قماندان ما بودن و هم می آمدن داوطلبانه و صرف پیلوتی درس ایرودینامیک میدادن. رویشان شاد باشه، فوت کردن دیگه. دکتر صاحب صادق خان خو از جمله استادای ما هستند، انجینیر بسیار موفق، انجینیر بسیار ورزیده و از همه مهمتری که یا با وجودی که رتبهشان هم بلند بودن مگر پرسونل رفیقا را پیلوتا را هوابازا را قسم دوست داشت که وقتی که از دور میدید بغل خود آواز میکرد و هر کدام ماچ میکرد و میگفت که خوش آمدی. دان پرخنده داشتن. یا واقعا سیدکی ما آقا قند کلگی هستن، یا آقا بزرگوار ما هستن، یا دست بسیار بزرگ و بسیار رفیق باز هستند دیگه. من خودم خوش دارم رفیق بازی را، دعوت‌های از یارا، بندرهای از یارا در سوئیس، در ترکیه، هر وقت دست باز از یارا، پیشانی باز از یارا ما دیدیم و از پیششان اظهار امتنان تشکر میکنم. پوتین اگر بگویم که یک سیاستمدار بسیار برجسته، یک نظامی بسیار برجسته و یک رهبر بسیار برجسته، من دوست دارم پوتین، مگر در حمله اوکراینش کتش موافق نیستم. حتی من واضح و پوسکنده میگم ترس از هیچ کس هم ندارم. الزوایری امریکا میتونه که در بالکنش بزنه، ای زلنسکی مداری را چطور نمیتونه که پوتین بزنه. اگر بگویم که بازی موشو پشک است چیزی گفتن نمیتونم، مگر من پوتین واقعا دوست دارم، سیاستایش دوست دارم. جهانی که به طرف یک قطبی روان بود، مسئله سیاسی شدی تلویزیون شما باز نگوین که پشت گپ شد، مگر پوتین تانست که بر ضد غرب استاد شوه. خداوند قوتش بده، بسیار طرفدارش هست، مگر کوشش کنه که همونطوری که خدا از صحنه بیرون کشیده و دست کس دیگه میتور بازی نخوره، در داخل کدام کودتای صورت نگیره. با امید از که بازم جهان یک کمک آرامش پیدا کنه و بتونیم باقی زندگی را در این دنیای که خداوند نعمت و ارزش را از دربار از او به ما میرسه و این نعمت هایی که پروردگار بر ما عرضه کرده از روی 2 نفر یا 2 شخصیت یا از روی یک گروه بر ما تلختر نشه. دعا میکنیم به دربار خداوند که یک اصلاح درست بیاره و یک دنیای درست و پر از شادمانی باشه. جناب جنرال صاحب در پالوی همه گپا میخواستم پیشتر یک یاد از شما از جریان 11 سپتامبر رو تغییر سیاست کردیم در زندگی شخصی فردی شما که تاثیرات خود داشت، چه لحاظ در جهان چقدر تاثیر داشته شما احساس کردیم و واقعا هر خانه رو احساس کرده. جناب صاحب در مجموع نگهداری خود یک قوای هوایی یا مسائل نظامی همون وقت کوتاهی هایی بوده که ما نتونستیم نظامی خود
قوای هوایی خود مثل که همسایه های ما هنوز هم ارزشمندی خاص به سپاه پاسداران مثلا ایران داره، با فوج مثلا پاکستان داره. ما چرا نتونستیم؟ آیا کوتاهی ها در کجا بود جناب جنرال صاحب که ما اونا را ارزش درست نتونستیم، یا اقتصادی بسیار ضعیف داشتیم، یا نتونستیم درست در آغوش بگیریم که بالاخره همین حوادث هم از بین همین توده به میان میاد. هر حادثه که شده از همین نظامی شده که سیاست آیا کار داشته به نهایت زیاد با نظامی های ما، با قوای هوایی ما، با پلیس ما؟ در این مورد نظر شما را میخواستم. ما قسمی که شما گفتین من یک نظامی بسیار قدیمی نیستم، مگر یک نظامی هستم که در حوادث اخیر افغانستان تقریبا اشتراک داشتیم. وقتی که ما در قوای هوایی افغانستان بودیم، همسایه ما اصلا سر خود بالا کرده نمیتونست. با وجودی که ما پرواز میکردم در طیاره میگرده، یک روز هم نشد که یک طیاره F-16 پاکستانی طرف سر قندار آمده باشه. وقتی که میگ 21 آمد خب یکی نامدن. ما اعلان میکنم هر وقتی که دست مسئله پیدا شد ما با پاکستان در جنگ هستم و هر وقت ما وقتی که دشمن یا اشرار از طرف پاکستان داخل خاک افغانستان میشد، ما رفتیم اونجا وظیفه اجرا کردیم و یک طیاره پاکستانی به مقابل ما نخسته. رادارچیای ما، رفیقای عزیزی ما در شاهد حال هستن. وقتی که طیاره پاکستان در 20 کیلومتری سرعت میرسید، ما طیاره میگ 21 به خاطر دفع تردش اونجا میرفتیم که با خودشان پس میرفتن. اکثرا رفیقای ما میگفت که F-16 که میگ 21، ما گفتیم F-16 21 مقایسه نمیشه، مگر میتونم که خودم بهش بزنم. زدن میگ 21 آسان است، به یک طیاره دیگه با جنگ بزنم. از اون خاطر نه ایران نه پاکستان او وقت سر قوای هوایی ما برتری نداشتن و چشمشان کور میشد که طرف افغانستان چپ سعی کنن. در او وقت ما نظام داشتیم، ما قوای هوایی هم داشتیم، ما هر کدام ما با دیسیپلین بودیم. هیچ وقت هیچ کس با چشم نادید سر ما ندید. منتها بازیای سیاسی، رهبر خو نمیگم، رهبرای فروخته شده، همین کسایی که رفتن کتی ریگن و کتی بوش و کتی از یا قول دادن یا ریشه خود به تیشه خودشان زدن، یا خودشان پل پراندن، پلچک پراندن، طیاره را از بین بردن. همین یا حادثه سال 65 که در شیندن شد، 21 طیاره میگ 17 و میگ 21 و سو 22 ما و شما از بین رفت. از دست همین خائن، همین پل و پلچکی که پراندن، همین خائنین پراندن. ما هیچ وقت ضعیف نبودیم، منتها فقر، بدبختی، بیچارگی باعث شد که با یک دور پا و چهار پی که امریکا داد ما خود تباه کردیم. از این خاطر ما بسیار افسوس میکنم. قوای هوایی بسیار مستعد داشتیم، افسرهای بسیار مستعد داشتیم، ارکان اربای بسیار مستعد داشتیم، پیلوتای بسیار مستعد، انجینیرها، رادارچی‌ها، مخابراتچی‌ها، راکتچی‌ها، همه‌شان مستعد بودن. هیچ کدامشان در قسمت وظایف خود غفلت نکردند. غفلت خائنین کردن، وطن خائنین فروختن، وطن فروشا با استنگرهای امریکایی با راکتایشان طیارات ما را از بین بردن. تشکر جناب جنرال صاحب. واقعا زیاد به سیاست ما شما هم داخل نمیشیم، مگر احساس که ما شما داریم واقعا میشه که یک دو کلمه در موردش آدم صحبت کنه و درد دل خود آدم باید بگوید. تشکر جنرال صاحب. بیننده های عزیز تلویزیون برمودا، هوابازان گرانقدر، باز هم شما توقع داریم که ما را یاری کنین و ما را همیشه حمایت کنین. صفحه فیسبوک ما را لایک کنین و همچنان یوتیوب ما را سابسکرایب کنین تا بتونیم قوی تر شویم و بهترتر شویم. بازم بعد آرزوی نظریات شما هستیم که نظریات نیک در مورد شخصا خودم بسیار ضرورت دارم، همچنان در مجموع در دریچه همکار تکنیکی ما، همه مسائل هر کسی را که شما انتخاب میکنین یا صحبت میکنین رویش با دیده ها قبول داریم و ما فکر میکنم که از پروگرام اول تا پروگرام دوم نظریات بسیار عالی داشتیم. کوشش میکنیم همیشه، نمیتونیم با یک بارگی در عمل بیاریم، کوشش میکنیم همیشه گوش کنیم و خود عیار بسازیم. جناب جنرال صاحب، پس به شما میگردم. ما یک سوال بسیار اما یک رفیقانه از پیش خود داریم. جناب صاحب، ما یک دو تکست ادبی شما در فیسبوک
در واتساپ ببخشید من خواندم و ادبیات بود که یک نثر بسیار قوی دری بود. علاقمندی شما چطور است به شعر و شاعری یا موزیک یا هنرهای زیبا؟ شما کدام رشته انتخابی دارین؟ ما که دیدم خب یک چیزی احساس کردم. اصلا امی شعر و شاعری خو از خود یک استعداد به خصوص میخواه و شنیدن موزیک خو میفهمید که شما روح آرام میکنه و نوشتن خو یک چیزی اساسی است که یک افسر یا یک نظامی یا یک سیمنسب باید خط و قلم داشته باشه. با اون قسمی که شما لطف کردین درباره ما گفتین او قدر نیستم، مگر کوشش میکنم از طرف صبح که از خواب میخیزم به رفیقای خود به عزیزای خود یگان پیام صبحگاهی یگان سلام احترام عسکری برشان روان کنم که مزی بسیار لذت میبرم و ازی بسیار خوش هستم. و شنیدن موزیک خوش دارم گاهی چون وقت نمیشه، از طرف صبح کار هستیم، طرف شب میم، از طرف شب هم که می باشم به همین پروگرامی که از طرف صبح تنظیم کنیم به اون مصروف هستم. مگر موزیک میشنم، موزیک خوش دارم، علاقمندی زیاد دارم به نوشتن. گاهی کتاب اگر وقت مساعد شود کتاب میخوانم. خودتان موزیک اینسترومنت به حساب نمینوازین کدام؟ یا مثلا نقاشی یا هنرهای زیبا در مجموع گفتم علاقمندی یک فکایی هم بگویم من پروگرامتون دلچسب بسازم. گیر رفیقای ما کسایی که در سال پانتون هوایی بودن گیر مشنون، استاد شوالی است، استاد حشمت هستن یا مشنون کسایی که بودن سال 57 ما وقتی که در پانتون آمدیم همی چیز یک شعبه بود به نام کتلوی و کلتوری اگه یاد شما باشه. بله. او میخواست که کسایی که به می مسلکای دیگه اگر دسترسی دارن هارمونیا و طبله و این چیزا یک کورس موسیقی باید پانتون هوایی داشته باشه. کسی گفت اما استاد برآمد که کی هارمونیا میزنه، یکی دست خود بالا کرد، یکی گفت طبله کی میزنه دست خود بالا کرد، خب هر کس هر چیز گفت رباب کی میزنه، دیدیم که هیچ کس نبود. ما گفتم من رباب با خدا هیچ یادم نمیاد. شما خب از درس برایم نه از درس پانتون برایم و او وقت در کابل میبرد. ما رفتیم یک دو سی 4 روز در رادیو کابل رفتیم. خب پانتون است، دوره جوانی است، دوره شوخی است. از اینجا آمدیم یک شب در اتاق تنویر شیشتیم و ساز چالان است دیگه. این ساز چالان است پیشم است. همی عمر کتلوی کلتوری که زمین پشت آمد هر کس گوش میکرد. پشت سر ما که رسید گفت که استاپ کو سازه کلا ایستاد استاد مرا گفت یک نغمه خو بزن. مرا گفت من گفتم استاد اگه ساز چالان باشه من نغمه زدم میتونم، تنهایی زدن نمیتونم. زنیشانی مرا گفت برای من رباب میزدم مگم یک شوخی بود که این سرما واقعا تیر شده. مگم یک دو سه ماه از درس برآمدم رادیو کابل رفتیم و بیرون رفتیم داخل رفتیم و از درس میبرامدیم ساز میکردیم. اینیم اونم ساز هم کردیم دیگه نکردیم. خواهش میکنم. خیلی جالب شد. بالا ما صرف به ادبیات شما بسیار احترام دارم جناب جنرال صاحب. بالا در واتساپ ما خب میخوانیم، بالا ادبیات میخوانیم و همیشه گوش کردیم. ما خودمون صاحب قلم نیستیم مگر بسیار یک کیف داشتم و گل صبح برای ما بسیار کیف داشت و خداوند شما را قلم شما را همیشه خوب داشته باشه و گفته شما یک افسر نظامی و یک سیمنسب که هست کلا فضل خدا ما فکر میکنم همه با سواد هستن، هر کس یک قلم و یک انشای خوب داره در مجموع. هر سیمنسبی که هست طریق خط نوشتن بسیار یک عالی خط نوشتن سابق در مکاتب هم در مربی 16 هم در پانتون هم یک رقابت نوشته چون در کتابچه ها نوت نوشته میشد کلا باز یک رقابت خطیم داشتن یگان دفعه کاپی هم میشد همین رقابت های خطی هم تو میشد. خب علاقمندی بود با مصاحب خط نویسی دیگه. من بازم یک در این مسئله خود خطا نمیتونم جناب جنرال صاحب میخوایم بگویم که تلویزیون برمودا تازه آغاز کرده بسیار خورده است هنوز اولین قدم های میمونه به طرف یک تلویزیونی که بتونه یک مانای کامل برای تمام جوانب داشته باشه. در این قدم ها مشکلات زیاد داریم اما ما میخوایم که اصلا همین دریچه تلویزیون رولش در جامعه در بین مردم در بین یک طبقه حالا ما خود یک
از یک زاویه امی دریچه را باز کردیم. تاثیراتش از سر قوای هوایی و مدافع هوایی، رسانه است، تلویزیون است، صحبت است. شما نظر امی روند امی فعلا که شروع شده نظر خواهی میکنم از شما چی نظر دارید موردش؟ من خود امو شروع اول گفتم یگان وقت یگان گپا را امی استادای ما یا قماندانای ما میگفتن یکی را 100 مکن 100 را یکی گو. من از اول برای شما گفتم که تلویزیون برمودا تلویزیون اجتماعی سیاسی نظامی برای رفیقای ما برای عزیزای ما هستند. حتما در پسانا شما در نظر دارین که پروگرام موسیقی هم باشه و رنگارنگ باشه و برای جذب کردن عزیزا و دوستای ما. من خوش دارم از تلویزیون شما همه چیزا را انعکاس داده شود و رفیقا و عزیزای ما به این بپیونده. دیگه من خود گفتم که تلویزیون شما واقعا همونطوری که در شروع پروگرام هم گفتم و دوباره تکرار میکنم که همین یک جای شدن همین رفیقای ما، سازمانای ما، دوستای ما، عزیزای ما منسجم شدنش برای من خط اول داره. یک جای شدن رفیقای ما پیشرفت تلویزیون ما شماست. تشکر جناب جنرال صاحب. تشکر. همچنان ما هم چون اولین برنامه که ما آمدیم در جمع‌آوری هالند بود، ما خودم که اشتراک کردم در پروگرام باندار در او حالت والا واقعا شما بسیار مهربان هستین جنرال صاحب. همچنان یکی غفور جان طوفان هیچ یادم نمیره، همیشه در تل ما جواد جان طوفان جواد جان طوفان هیچ یادم نمیره. مهربانی از اونا، خدمتگزاری تا مجموع کلگی داشتن. مگرم آموزش کردیم والا بازم دیدیم که کلانای ما، معلمین ما، استادای ما در خدمتگزاری یعنی خود باندار چقدر سهیم بودن. جهان سپاس جناب جنرال صاحب. در آخر میخوایم پیام اگر داشته باشین به ما، به هوابازای ما که در وطن هستن، در دیار مهاجرت هستن، خاص کدوم حرف اگر برش داشته باشین؟ ما زیاد است، همی آدم پیره که شور دادین با زیاد گپ میزنم. اگر ما گپ خود اینطور ختم میکنم که گپای قدیمی که ما در افغانستان بودیم میگفتن که ماسکو در یک روز ساخته نشده و این تلویزیون شما یک روز به اوج قدرت و شهرت خود نمیرسه. واقعا بشه شما درست ماندین. اسماعیل جان ایدر، سارا جان، اسیب جان، کسایی که رفیقایی که پشت پرده هستن، همین رقم که پیش برن انشالله به قلای شامخ میرسن. موفقیت های بیشتر شما را از تلویزیون شما را خواهان هستم. رفیقای هوابازای ما که در خارج هستن یا در داخل هستن، ما پیشنهاد کسایی که در خارج هستن و رفیقای ما 3-4 نفر عزیزای ما که در کابل هستن مستعد هستن اکولوزیت های ماهوار خود مکمل بپردازن و کوشش کنن که عزیزای ما که در کابل هستن، در اطراف هستن، ماش نیست، تقاعدی نیست، کار نیست، کسش مریض هستن، کسش فوت کردن، کسشان شهید شدن در این سرمای زمستان، تفلکایشان در بیرون بدون لباس، بدون کتاب، بدون قلم، بدون کتابچه هستن. کمک شو من بسیار خوشحال میشم. فقط پیشنهاد ما به عزیزا و به دوستا، غیر از اینکه ما اکولوزیت‌های ماهوار خود میپردازن یا سالانه خود میپردازن، کمک‌های نقدی اگر هر روز هر رفیق ما، هر عزیز و باز ما که در خارج هستن، اگر یک دانه گپ ما مردمای اطراف یک غولیچه داشته باشن، یک بکسک پسنداز، یک چیز داشته باشن، روز 1 یورو پردن، ما 300 سال 360 یورو میشه و 360 یورو را اگر یک دفعه کمک کنن، امی رفیقای ما، کسایی که امروز احتیاج هستن صباح تو احتیاج نمیمونن، از امی احتیاجات برای از امی کچالو فروشی و از امی چی بگویم شلغم فروشی براین، از امی احتیاجی و محتاجی براین. واللهش که شما قبول کنین گوینده عزیز ما اسد جان زبی جان انیل که ما روز شده که ما سر نان شیشتیم، رفیق ما از کابل تلفن کرد، آواز ما تلفن کرد، به خدا اگر لقمه نان خورده باشم اولادای ما شاهد است، ما گفتم کول پیسر روان کنیم. صد دلم برشان میسوزه بسیار و کوشش کنیم که با هم منسجم باشیم، با هم متحد باشیم، با هم متفق باشیم، کمک به رفیقای خود کنیم. کمک به رفیقا معنای عزیز که کمک به اولاد خود، کمک به رفیقا معنای عزیز کمک به فامیل خود، کمک به رفیقا معنای عزیز که کمک بر وطن و جامعه خود. خلاص. تشکر از احساس نیکتان جناب جنرال صاحب. جهان ممنون از شما لطف کردین. واقعا
درد رفاقت، درد دوستی، درد هممسلکی و درد هموطنی که در وجود انسان وجود نداشته باشد. میگه چشمی که اشک نداشت، دهنی که خنده نداشت. اصلا زندگی به می ساخته شده و این احساس خود ما شماست. جناب جنرال صاحب، با خداوند قسم ما مترفقانه از صحبت میکنم که زندگی خو 80% از ما شما گذشته من فکر میکنم. از من نو شروع شده. من خوش حساب نمی کنم. اگر مرا کس پرسان کنه چند سالی میگم 30 ساله. خو حساب نمی کنم. من میگم خب شما حساب نمیکنین، خداوند شما را ابرزیاد. ما به حساب فیصدی گفتم اگر 80% چیز 20% دیگه مونده. نه 20% با خوشیات بکنیم. نه نکن شما خب بسیار جوان هستین. وقتی که افتخار معرفت با شما پیدا کردم و داشتم، ما یک روز دیگه به شما قصه کردم که فیلم شما را دیدم. شما چی یک جوان رشید و مقبول فیلم تهیه کرده بودین. ما را از خوشحالی زیاد گرفتم، در صفحه هوابازان انداختم که زبیجان انیل ما چی یک بچه کاکا و بشاش در فیلم ها کار میکردن و فیلم شما را من مکمل دیدم. من بسیار خوشحال هستم. هنوز شما جوان هستین، ما خودم هم جوان هستم، تشویش نکنین. تا ریشه در امید ثمر است. وقتی که دم برآمد، دم شد، دیگه زنده هستیم. پشت فردا فکر نکنین. تشکر از نظر نیکتان. چشمای بسیار مقبول دارین. همون رواجی بگویم دیگه، به حساب رواجی و به حساب وطنی. چشمایتان درد نکنه جناب جنرال صاحب. در آخر بازم جناب جنرال صاحب جهان سپاس، یک جهان ممنون که من میفهم چون خودم در هالند زندگی میکنم مشکل است. همین وقت که شما برای ما دادین به تلویزیون برمودا و دریچه با ما یک جای شدین و از طریق این دریچه تانستیم همراه هوابازای خود روبرو شویم، یک چند کلمه صحبت کنیم دوستان اولگیرخانه. جهان سپاس. برای شما آرزوی صحتمندی در قدم اول، آرزوهای موفقیت، طول عمر با تمام اعضای فامیل. احترامات به تمام اعضای فامیل شما تقدیم است از طرف تلویزیون برمودا. از شما تشکر، از رفیقا و عزیزای خود ما تشکر. موفق، کامگار باشین. سلامت باشین. دی برمودا تلویزیون ډیر درنو قدرمن اولیدونکو، زموږ معزز او محترم دوست میلمه محترم جنرال صاحب عبدالمنیر خان زموږ د نن خپرونې میلمه و. الله پروردګار د دوی ته اجرونه ورکړي چې موږ سره یو ځای شو. همدارنګه درنو دوستانو، ستاسو ملاتړ ته زموږ تلویزیون ډیره اړتیا لري. زموږ دغه چینل د یوټیوب سبسکرایب کړئ او زموږ فیسبوک لایک کړئ. درنو دوستانو، لیدونکو او د هوایي قواو ټولو اتلو قهرمانانو، هوابازانو او منصبینو، تاسو یو عسکري سلام په دې هیله چې راتلونکي خپرونه کې د نوي میلمه سره، نوي وخت سره بیا د کړکۍ خلاصه کړو او تاسو سره مخامخ کړو. قربان شم. هر چیرې چې یاست خوشحاله، آباد، تاند او ودان اوسئ. الله مو مل شه. با تلویزیون برمودا به جهان پرتلاطم پیرامون خود سفر کنید و به کشف افقهای تازه بپردازید. برمودا رسانه‌ای که در آن خلاقیت‌ها بال می‌گشاید. تلویزیون برمودا گامی محکم به سوی وحدت و همدلی. دنیای شگفت‌انگیز رنگ‌ها و صداها را با ما یک جا به تماشا بکشید. برمودا د سیاست، کلتور او پرمختګ نړۍ ته یو حیرانوونکی سفر دی. له موږ سره د برمودا په زړه پورې او متنوع پروګرامونه وګورئ.